هر کی توپو گرفت اون شروع میکنه شروع میکنه. بیا امید توپ تو دفترت چیکار میکنه؟ اینو من خیلی دوست دارم، راستش مایکل جردن خیلی دوست دارم. اینجا یه حرفش هم زدم به دیوار، بعدم این مال تیمشه دیگه، شیکاگو بولز. اون کادو گرفتی یا چی؟ نه متاسفانه خودت خریدی؟ پس بگیرش. ببین جملهش میگه که تالنت میتونه بازی رو ببره، ولی تیم ورک با اینتلیجنس میشه چی؟ به فارسی؟ با هوش چمپیونشیپ میبره. مثل من و تو. یا رویا دوباره میریم برای قرعه کشی. سوا کنیم خوباشو. یکی برای من نوشته که من صدمه دیده خونه، آب اومده توی زیر زمین از آب زمین. من خودم هاسخات داشتم، صابخونم هم ونگبایده داشته، ولی هیچ کس پول رو نداده. پول چی رو نداده؟ پول لوازمشون رو. آره این پیش میاد. اگه یه مشاوره درست نداشته باشه، شما هاسخات داشته باشین، طبقه اول زندگی بکنید و متاسفانه آب از زیر زمین بیاد، یعنی بیاد بالا. آره دیگه. اگر که صابخونه موظفه که هر چیزی که مربوط به ساختمونه درست بکنه، مثلا دیوارا رو باید تمیز خوش بکنه، رنگ بکنه، زمین رو باید درست بکنه. ولی اون شخصی که هاسخات داره، اگر که هاسخات برای المنتار نداره، این باشتر رو برای خودش نذاشته، اگر اینکه لوله از زیر زمین آب بیاد، بیمه نیستش. ای وای چقدر پیچیده است. خیلی پیچیده است. برای همین خیلی مهمه که آدم یه مشاوره بیمه داشته باشه و اگر مشاوره بیمه خوب باشه، تمام این نکته ها رو بهت میگه. برای شما دیگه؟ حتما. برم یک دیگه؟ بکش. نوشتن که روی دیوار خونه ما گرافیتی کشیده شده. کار زشتی میکنن مردم که اونا گرافیتی میکشن. حالا اگه خوشگل بود میتونی بذاری بمونه، ولی اگر میخوان از چیز کنن گرافیتی رو از بین ببرن، معمولا این جزء ونگبایده هست، صابخونه برای خودش بسته و بیمه این پولو میده، خسارت پاک کردن گرافیتی رو میده. ولی از بیمه صابخونه یا ونگبایده که خودشون اگه خودشون صاحب خونه باشن. ولی معمولا گرافیتی کسی که زده دوباره میاد دوباره یه گرافیتی دیگه میزنه. یعنی یه داستانیه کسی که تا کی میده بعد بیمه؟ هر دفعه بیاد باز باید پولشو بده. بالاخره میدن دیگه. آره مجبورن بدن دیگه. تا یه دونه گرافیتی خوب پیدا بشه، قشنگ، که آدم بذاره بمونه. چیز بدی نیست اگه قشنگ باشه، چرا نه؟ منم دوست دارم. یکی نوشته برای میت کاوتسیون بیمه‌ای وجود داره؟ میت کاوتسیون، آره. بیمه میت کاوتسیون اینه که شما وقتی یه خونه رو اجاره میکنی، باید یه دونه کاوتسیون به صابخونه بدی که صابخونه مطمئن باشه که شما میتونین پول اجارهشو بدین. 2.5 ماه پول میته سرد رو ازت میگیرن. مثلا اگه بیمه مثلا اجارهش مثلا 1000 یورو باشه، 2500 یورو باید کاوتسیون به صابخونه بده. خیلی‌ها میگن که من این 2500 یورو الان برام بهتره که تو جیبم باشه، چون میخوام مثلا وسایل خونه و اینا بخرم، نمیتونم اینو بیمه‌اش کنن. من میگم چرا؟ شما میتونید یه دونه میت کاوتسیون ببرید، ماهانه یه پولی رو به ما میدین، ما این 2500 یورو رو مستقیم به صابخونه میدیم که یعنی صابخونه مطمئنه که اگه هر اتفاقی بیفته این بیمه پولشو میده. بعد اصلا هیچ پولفونگی نداره برای دادن پرداخت این، یعنی بستن این قرارداد بیمه؟ نه هیچ گونه. شما وقتی که یه اجاره کردین، یعنی شانس اینو دارین که یه اجاره بکنین، خیلی راحت میتونید برای خودتون یه دونه میت کاوتسیون ببندین. افرادی هم که مثلا برای کار یا با بلو کارت تازه اومدن آلمان، هنوز اقامت دائم ندارن، هم میتونن این بیمه رو ببندن. همه میتونن این بیمه رو ببندن. آره خیلی خوبه. آره خیلی خوبه. قیمتش هم ماهانه همچین زیاد نیست. خیلی بهتر از نه نمیتونم بگم، برای که منطقه فرق میکنه، ولی بهتر از این که آدم یه پول کلون رو بذاره کنار. آره بله، مخصوصا برای کسایی که جدید میان، برای اونایی که
دفتر دارن، مطب دارن یا مغازه دارن چطور؟ اونا هم همینطور. اونا هم خیلی، من اتفاقا چند وقت پیش یه نفر رو داشتم که یک اجاره 6000 یورویی داشت، یعنی باید 18000 یورو به صاحبخونه میداد. بعد میگفت من با این 18000 یورو میتونم خیلی تجارت بکنم. گفتم خب میتونیم بیان برای گوابلی که میتکاتون برات ببندیم، حتی میتونیم یه سقف خیلی بالایی هم براش بذاریم، مثلا نگیم 18000 یورو، مثلا میگیم 50000 یورو، چون میخواد چند تا مغازه کرایه بکنه. از روی اونم یه بیمه بده، با یه بیمه میده تا سقف 50000 یورو میتونه مطب‌های مختلف یا مغازه‌های مختلف برای خودش اجاره کنه و کاتیون داشته باشه. خیلی خوبه. من خودم یه زمانی از این چیز بانک داشتم، بانک بروکشافت. بعد خیلی هم گرون، با بهره خیلی زیاد. اگه بیمه باشه که خیلی راحت تره. خیلی عالیه. آره بریم بعدی. بکش. بریم بعدی. یه دفعه هم بذار من بکشم. بیا تکونش بدم. همه رو باید جواب بدی. سوالش هم خودم بپرسم. از من بپرسی. اوه ببین چه چیز خوبی اومد. میگن هوند و کاتسن versicherung. خب من متاسفانه نمیتونم اینو پاسخ بدم. مراجعه میکنم به دوستم رویا. بیمه سگ و گربه داریم یا نداریم؟ بله که داریم، ولی خب اونم باید شخصا بیان پیش من یا پیش یه متخصص بیمه که ببینیم که سگشون چند سالشونه، قصهش چیه، مریض هست یا نیست و چه میخواد. آره امتحان باید چیز پزشکی بهت. آره مثل ما انسان ها که بریم بیمه خصوصی یا میبندیم، از ما سوالای Gesundheitsfragen میکنن دیگه. برای سگ گربه هم داریم. حدوداً قیمتش چقدره؟ بستگی داره. اگه یه سگ گنده داشته باشی یا یه سگ کوچیک داشته باشی، بعضی از سگا خیلی زودتر مریض میشن. اینا حساب کتاب شده. مثلا از کجا تا کجا؟ حداقل چقدر؟ میگم حدود مثلا ماهانه 50 یورو در میاد، 50 تا 60 یورو. اوکی. چون میدونی که وقتی دیدی که وقتی که سگ و گربه میرن دکتر، هر دفعه که آدم میره دکتر یه واکسن میزنه 80 یورو باید بده. یه قرص انگل که میگیره 26 یوروست. خب برای همین مادر این همکار من خیلی گربه دوست داره، 3 تا گربه داره. 2 هفته پیش یکیشون عمل داشت، عملش 4900 یورو شد. آره عمل سگ و گربه متاسفانه خیلی گرونه اینجا، ولی دیگه همین دیگه. اون فکر کنم بیمه هم نداشت، برای اینکه ولی همه اگر که آدم نداره دیگه چاره‌ای نداره، مجبوری بدی دیگه. آره دیگه عضو خانواده. آره میخوای تو. اوکی بریم برای سوال بعدی. برای امروز هم باز آخر باشه. این دوستمون نوشته که ما توی زیرزمینمون آب اومده، بعد از این دستگاه‌های خشک کننده گذاشتیم، پول برقش خیلی شده. این جریانش چیه؟ برقش زیاد شده. آره دیگه این دستگاه‌ها خیلی برق مصرف می‌کنن، ولی اینو معمولا اگر این که خسارت از طرف هاوسخات versicherung شده باشه بیمه هاوسخات میده، اگر از طرف ساختمون اومده باشه بیمه ساختمون میده. یعنی اصلا هیچ مسئله نیست. اون مقدار برق اضافه‌ای که براش اومدن رو میتونن تصفیه حساب کنن با بیمه. خیلی خوبه. آره چون معمولا وقتی یه ساختمون خیس میشه شما کم باید 2 هفته این دستگاه ها رو بذاریم و این دستگاه ها عجیب غریب برق مصرف میکنن. آره. برای استریش من میدونم تا 4 هفته یا 6 هفته. ولی آدم باید شانس بیاره که اصلا کسی رو پیدا کنه این دستگاه رو داشته باشه، چون معمولا که آب میاد و این چیز میاد برای همه پیش میاد دیگه. آره دقیقاً. خیلی عالی. خیلی هم ممنون. خیلی ممنون. دوباره یه روز تو ما دادی. مرسی. اینطوری اگه پیش بره باز دوباره چند وقت دیگه این دوباره پر میشه. باز باید دست به دامن شما بشه. با کمال میل.